سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. همینطور که توی پست براتون گذاشته بودم، من امشب یک مهمون ویژه دارم. امشب مهمون ویژه من دکتر نوید صنوبری همسر منه. همسر من دکترای مهندسی پلیمر از دانشگاه امیرکبیر یا همون پلیتکنیک تهران داره و سال هاست که علاوه بر تدریس دانشگاهی در صنعت و واحدهای مختلف صنعتی هم کار میکنه. حالا چرا مهمون ویژه من همسرمه؟ به این دلیل که زمانی که من میخواستم این آنلاین بیزینس رو شروع بکنم، ایشون یک همسر به شدت اسکپتیکال بودن، به شدت مخالف بودن و میگفتن که نه ساناز، اصلا ساناز میدونی که ویزاهامون، ما مهاجریم، ما تحصیل کرده ایم، این چیزا نه، اصلا از این حرفا نزن، آنلاین بیزینس این همه درآمد اصلا امکان نداره، وارد این چیزا نشو. و حالا اون همسری که در ابتدای امر این مدلی بود، الان برای من شده توی این بیزینس یه ساپورتر عالی، یه کسی که به من پلن میده که چی کار بکنم که بهتر باشم، کمکم میکنه. به خاطر همینم ازش خواستم که امشب، ما البته به وقت سیدنی ساعت 10:30 شبه، کنار من باشه برای شماهایی که خیلیاتون ممکنه همسرتون مخالف باشه با شروع این آنلاین بیزینس، از تجربیاتش بگه و چرا اینکه و به چه دلیل نظرش عوض شد. خب نوید جان، حالا برای دوستان بگو که وقتی من اومدم باز مطرح کردم که میخوام این آنلاین بیزینس رو شروع کنم، رفلکس تو چی بود؟ وقتی که شما مطرح کردین، اولین رفلکس من این بود که نه، 100% اسکم. و الان وقتی یادش میفتم واقعا جالبه برام که چقدر محکم من گفتم نه. و خب بعد سانازم بدون من کاری رو انجام نمیده. یه چند روزی گذشت، راجبش رفت تحقیق کرد، خیلی خیلی اطلاعات کسب کرد. یادم یه هفته‌ای شد و من میدیدم که این چقدر با اشتیاق داره دنبال مطلب میگرده، داره سرچ میکنه، داره زیروشو در میاره و من همچنان رو موضع خودم بودم. بعد از یه هفته نشستیم صحبت کردیم. اومدم پیشت بهت گفتم که میدونی چیه، بذار من این کار رو شروع بکنم. چرا؟ 1% اگه احتمال بدیم که این کار بتونه زندگیمون عوض کنه، بعداً پشیمون میشیم اگه انجام نداده باشیم. و خب منم دوست نداشتم بعداً پشیمون بشم و از طرفی هم توی یه هفته خیلی برام جالب بود که انقدر مشتاقانه، انقدر پشت کار رفته، سرچ کرده، جستجو کرده، دیتا جمع کرده و خب کلن یه آدمیه ساناز که با احساس تصمیم نمیگیره، خیلی منطقی و خیلی مبتنی بر فکر و برنامه است. بعد خب من موافقت کردم، ولی ته دلم هنوز اسکم بود، ته دلم هنوز راضی نبود که آقا حالا یه کاری شروع میکنه. ولی خب منم الان نمیتونم جلوشو بگیرم. چه پیشینه ای از من تو ذهنت داشتی که نمیخواستی جلومو بگیری؟ پیشینه ی آدمی که هر کاری رو شروع کرده خوب انجام داده و کلا تو زمینه کاری خودش، یعنی تو آموزش بهترین بوده، پلن آموزشی به بقیه داده، مدیریت کرده و یه سری کارا رو، یه سری بیزینس ها رو نظارت کرده بود. خب این آدم سابقه داره، من میدونستم که حتما فکر همه جا رو کرده، ولی خب پلن هنوز، شاید من پلن رو اسکم میدونستم، دیتا هم کامل نبود. شاید دلیلش اصلا یادمه نوید به من میگفتش که ساناز چرا اینقدر از غیر واقعی حرف میزنی؟ از تو که یه آدم ریالیستیک هستی خیلی بعید به نظر میرسه بیزینس آنلاین، این درآمدایی که تو داری راجبشون حرف میزنی، اصلا چی میگی؟ چرا توی فضایی، توی رویایی؟ تا اینکه به هر حال من راضیش کردم، گفتم ببین من اصلا دوست ندارم کاری رو شروع بکنم که تو راضی نباشی، پس با من همراه شو، فقط به این فکر کن که 1% ممکنه این کار درست باشه، این کار اونی نباشه که توی ذهن توه. و به هر حال با موافقتش من این آنلاین بیزینس رو شروع کردم و وارد اون ترایال 30 روزه، یعنی اون دوره آزمایشی 30 روزه شدم. توی اون مدت که البته بر من خیلی کوتاه‌تر از اینا بود، نوید نگو دورادور داره منو ابزرو میکنه. مانیتور میکردم و دیدم که خیلی با اشتیاق میشینه آموزش میبینه. و خب وقتی بحث آموزش میشه، خب جایی که من علاقه دارم هم به آموزش هم به یاد دادن،
و بعد من همینجوری مانیتور میکردم، دیدم خیلی با شوق و ذوق داره میره یاد میگیره، اپلای میکنه، بعد مینویسه یه چیزایی تو کامپیوتر انجام میده. و دیگه این وقتی بود که من این بیزینس رو شروع کردم. در واقع اون ترایال تموم شد و من بیزینس رو شروع کردم با علاقه، خیلی با شوق و ذوق، و حس میکردم که داره از این آموزش لذت میبره. حالا من آدمی که علاقه داره با آموزش، این چنین چیزی هم دیده، کنجکاو هم هست، یکی از این برنامه رو باز کردم بدون اینکه ساناز باشه، شروع کردم دیدن. حالا با یه گارد منفی دیگه اولش، خب یه مقداری. بعد که رفت جلو هی کنجکاوتر شدم، دیدم بعد دیدم چقدر این سیستم آموزشی ساده کارآمد و منسجمی داره. چند قسمت رو دیدم و بعد دیگه حالا با ساناز مطرح کردم که چقدر جذابه. من علاقمند شدم بشینم ببینم و کم کم وارد آشنایی با بیزینس پلنش شدم. خب تو به عنوان کسی که خودت سالها تجربه تدریس دانشگاهی رو داری و اینکه من اینو میدونم که تو در واقع بیزینس از اینم بگو که برای کارخونه‌های مختلف و واحدهای صنعتی تو بیزینس پلن میریزی. خب بله، توی حالا کار صنعتی که من سالها کردم، از سال خیلی وقت پیش 1380 شاید هم قبلش، من کار بیزینس پلن خیلی نوشتم برای خیلیشون هم الان کارخونه خیلی موفقی هستن. توی این بیزینس پلن خب ما بر اساس عدد و رقم کار میکنیم، همه چیزو میسنجیم ببینیم که آیا این توجیه داره یا نه، این چجوری میتونه سودآور باشه. و وقتی که این کار رو بیزینس پلنش رو دیدم، چون خودم سالها این کار رو انجام داده بودم، متوجه شدم که خیلی کار یک بیزینس پلن محکم منسجم موفقه. یعنی یک بیزینس پلنیه که سودآوریش برای همه طرفین، همه استیک‌هولدرها دارن این وسط سود میکنن و بسیار هوشمندانه ریخته شده. و بعدم فهمیدم که بیش از 50 سالم هست داره کار میکنه. به منم گفت، یادم بهم گفتی که خیلی کار وین وینیه، درسته؟ بله خیلی جالب بود که بیزینس پلنی که درش همه استیک‌هولدرها منفعت خوبی میبرن، یعنی برنده. هم راجب حالا هم بیزینس پلن، هم داشتی راجب آموزش میگفتی که خب من حالا حرفتو قطع کردم. آموزش این سیستم رو چجوری میبینی؟ این در واقع خیلی از من سوال میکنن که مثلا من مدرک دانشگاهی خاصی ندارم، خیلی کامپیوترم خوب نیست، نمیدونم زبان انگلیسیم خیلی واو نیست، یا اصلا تا حالا یه کپی پیست نکردم. تو به عنوان کسی که سالها تو آموزش بوده، خودت چجوری میبینی اینو؟ چجوری بررسی میکنی؟ ببین، من خب سالها تو دانشگاه تو جاهای مختلف تدریس کردم، پلن برنامه آموزشی ریختم، نظارت کردم، ارزیابی کردم، پژوهش انجام دادم. این پلن آموزشیش رو بسیار ساده و بسیار کارآمد دیدم. یعنی خیلی طبقه بندی شده، خیلی کلاس بندی شده و مرتب، و جالبه که هیچ پیش نیاز ویژه‌ای نمیخواد. یعنی ما برای مثلا یه سری دوره‌های مهندسی باید ریاضیمون خوب باشه، برای یه سری دروس سنتزی و شیمی بلد باشیم. اینجا اصلا شما احتیاج به دانش خاصی ندارید. یعنی شما طوری طراحی شده که کسی بدون حتی داشتن مدرک دانشگاهی، حتی زیر دیپلم، اگر درست مراحل رو انجام بده، استپ به استپ پیش بره و همه چیزم مهیا شده. این نیست که شما خودت بری دنبال مطلب، چون دنیا امروز مطلب زیاده. در دریای مطلب آدم وقتی میره گم میشه. یه کسی باید این مطالب رو جمع کنه، حمایتت کنه. و هر کسی، میگم، چه یه آدم با تحصیلات دکترا، چه لیسانس، چه دیپلم، میتونه با این سیستم آموزشی پیش بره، کمکش میکنه، قدم به قدم یادش میده. و حالا این نیست که فقط ببینی یه چیزی رو در دوره، ایمپلمنت هم میکنی، یعنی بهت یاد میدن و بعد ایمپلمنت میکنی، به کار میبری. این خیلی مهمه. این خیلی مهمه. خب حالا یه مطلب دیگه میخواستم ازت بپرسم. به عنوان کسی که خب الان خودت داری منو ساپورت میکنی و اصلا خیلی از کانتنت ها رو تو بر من طراحی میکنی و به من میگی که چی کار بکنم چی کار نکنم، کنارم هستی، برای عزیزان بگو که جذابترین قسمت این بیزینس رو تو خودت اگه بخوای بگی تو چی دیدی؟ تو جذابترین قسمت این بیزینس که آی کچینگ واوی داره و با بقیه بیزینس های، حالا مخصوصا بیزینس های آنلاین، متفاوته و تفاوتش در چیه؟ بذار من یه قدم برم عقب‌تر. وقتی که اومدم استرالیا، برام جالب بود که آدمایی که سالها کار میکنن پلن بازنشستگیشون چیه. و خب مطمئن بودم که پلن خوبی هست، یه
آره چون فکر می‌کنم کشور جهان اولیه و هستش و یه چیز طبیعیه که این حمایت هست، ولی جور دیگه. بعد وقتی فهمیدم که شما وقتی یه جا کار میکنید تو استرالیا، یه بخشی از درآمد شما رو به عنوان سوپرانویشن کارفرما به حسابی میریزه که شما نمیتونید بردارید. حالا بین 10 تا 17% بسته به اون شرکت یا دانشگاه این پول جمع میشه توی اون حساب و حالا سودی هم بهش تعلق میگیره. بعد سالها شما وقتی به سن 65 سالی به بالا میرسید اجازه دارید از اون بردارید، یعنی پول خودتون رو وقتی بازنشسته میشید جمع شده، لامسام شده، میتونید ازش بردارید و حالا خزینه‌های زندگی رو خرج کنید. و حالا کسایی بودن، جالب بود تو شرکت ما که مثلا 42 سال دارن کار میکنن، 47 سال دارن کار میکنن، اینا وقتی بعد 35 سال 30 سال بازنشسته شدن اون پول رو گرفتن، خرج کردن، تموم شده، حالا برای مورتگیج خونه و برای هزینه اجاری موندن. اگه برن سنترلینک خیلی هزینه پول کمی میده، بنابراین مجبورشن دوباره وارد کار شدن. یا آدمی که مثلا در سن 67 سالگی دوباره فکر کنی وارد کار بشه چون نیاز داره. بنابراین پلن بازنشستگی اینجا به این صورت هست که به شما یه سوپرانویشن میدن، این پول اگه تموم شد شما دیگه هیچ دارایی یا اندوخته‌ای ندارید مگه اینکه یه کار دیگه کرده باشید. حالا توی این بیزینس آنلاین شما بعد 3 تا 7 سال بسته به نوع فعالیتتون و زمانی که میذارید بازنشسته میشید. یعنی چی؟ یعنی حقوق دائم ماهیانه دارید به صورت دلار. حتی یادمه مثلا زمانی که شما مثلا توی این حالا یک کارخونه‌ای که نوید کار میکنه که از معروف ترین کارخونه‌های سیدنی و استرالیاست و خب نوید مدیریت یه قسمت بزرگی رو بر عهده داره. یادم خیلی همیشه برات عجیب بود که ساناز کسایی اونجا دارن کار میکنن که سالهاست دارن کار میکنن، راه نمیتونه بره طرف، یعنی انقدر پیره، انقدر فرسوده شده، انقدر بدنش خسته است که ولی بازم مجبوره بیاد سر کار. ازش انتظار میره که همون مثل یه جوان کار کنه. پس تو جذاب ترین قسمت این بیزینس بله و اینکه شما بعد از 7 سال خیلی زمان کوتاه، البته خیلی متفاوته، یعنی میدونیم آره معمولا بین میگن 3 تا 5 سال، اما دیگه تو بدترین حالتاش در نظر بگیری 3 تا 6 7 سال، ولی به هر حال با تلاش بعد 7 سال آره شما تا آخر عمرت یه حقوق دلاری خوب داشته باشی، قانونی که مالیات هم بابتش میدی، خیلی مهمه، خیالت راحته و بعد از شما هم به بچه‌ها یا خانواده درجه یک میرسه، ارث میرسه. خیلی جذاب. آره خیلی. و اینکه میدونی همیشه وقتی اسم بازنشستگی میاد آدم یاد این میفته که باید موی طرف سفید باشه، نمیدونم فرسوده شده باشه، دیگه از کار افتاده شده باشه تا حقوق بازنشستگی بگیره. اما این بیزینس آنلاین به ما یاد داد که نه، بازنشستگی این نیست. الان ما خیلی رو داریم که دارن بیزینس آنلاین رو انجام میدن و توی سن مثلا حدود 30 سال 40 سال 45 6 سال بازنشسته شدن و این بازنشستگی به این معنا نیست که دیگه توی این آنلاین بیزینس کار نمیکنن، نه، اینا به هر حال کسی که این آنلاین بیزینس رو ران میکنه خودش بیزینس اونره و این بیزینس اونر بودن همیشه باهاش میمونه. اما علاوه بر این که داره بیزینس خودش رو میچرخونه و به هر حال درآمدهای مختلفی داره، یه حقوق ثابت دلاری قانونی هم هر ماه دریافت میکنه و حالا با توجه به کاری که میکنه اون درآمد بازنشستگی هم دقیقاً متفاوته. یعنی توی سطوح مختلفی که تو با سطوح بازنشستگی شما اون عدد ماهیانه میتونه افزایش پیدا بکنه و به عددهای فوق‌العاده 4 برابر و خیلی خیلی جذاب میشه و اینکه شما خیالت راحتی تا پایان عمرت یک درآمد بازنشستگی خوب داری دلاری که ارزشش هم کم نمیشه و بعداً به ارث هم رسیده میشه. همزمان هم داری آره و همزمان هم به هر حال داری آنلاین بیزینس خودتو ران میکنی و علاوه بر اون کنارش هم درآمد داری و این خیلی خیلی خوبه. ممنونم ازت که امشب کنار من بودی. ممنونم از شما عزیزان که کنار ما بودین. اگر هر سوالی راجع به این بیزینس دارید، حالا من از نوید خواهش میکنم که در لایو های بعدی هم کنار من باشه. اگر هر سوالی از من یا نوید دارید، حتما زیر همین پست برامون کامنت بذارید یا به من دایرکت بگین. اگه شما هم دوست دارید که آنلاین بیزینس خودتون رو ران بکنید، ما با کمال میل در خدمت شما هستیم که اطلاعات رایگان، ورکشاپ رایگان و همه چیزهایی که نیاز دارید رو برای شما ارسال بکنیم و شما در نهایت مختار به تصمیم هستید. اگر که احساس کردین که این آنلاین بیزینس همینطور که ترنینگ پوینت زندگی خیلی از آدم ها بوده، میتونه به شما هم کمک بکنه، چرا که نه؟ بعد از اون ترایال 30 روزه میتونید آنلاین بیزینس خودتون رو ران
بکنید و ما همه کنارتون هستیم که شما به موفقیت برسید. همینطور که کنار ما بوده افراد زیادی بودن و هستن تا ما به موفقیت برسیم. متشکرم ازتون. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار.